از دروازه تنگ درآیید، چون که دروازه وسیع و راه آسان گذر شما را به هلاکت می آورد و کسانی که از آن می گذرند بسیار هستند. لیکن به حیات ابدی شما را دروازه بساط تنگ و راه مشکل گذر می آورد و کم کسان آن را می یابند. از پیغمبران بر دروغ احتیاط شوید. آنها به نزد شما در نمود گوسفندان می آیند، اما در باطن آنها گرگان درنده هستند. شما آنها را از روی عملشان می شناسید. آیا از بوته خار انگور یا انجیر می چینند؟ هر درخت سالم میوه خوب می دهد و میوه بد دادن نمی تواند، ولی درخت بد میوه بد می دهد و میوه خوب دادن نمی تواند. همه درختانی که میوه خوب نمی آورند بریده به آتش پرتافته می شوند. خلاص پیغمبران بر دروغ را نیز شما از عملشان می شناسید. نه همه کسانی که مرا دایم خواجه خود می نامند به پادشاهی خدا می درآیند. فقط آنهایی که خواست پدر مرا که در آسمان است اجرا می کنند به پادشاهی خدا می درآیند. هنگامی که روز قیامت فرا می رسد، مردم زیاد به من می گویند: ای خواجه، مگر ما به نام تو پیغام خدا را به آدمان اعلان نمی کردیم؟ مگر به نام تو جنها را رانده معجزه های زیاد نشان نمی دادیم؟ آنگاه من بر رویشان می گویم: ای بدکاران، من شما را هیچگاه نمی شناختم، دور شوید از نزدم. پس هر کسی که این گفته های مرا می شنود و آنها را اجرا می کند، مانند مردی دوراندیش است که خانه اش را در بالای سنگ ساخته بود. بعد باران بارید و آبخیزی شد و شمال سخت خیسته با شدت بر آن خانه وزید، لیکن خانه فرو نرفت، چون که در بالای سنگ ساخته شده بود. ولی هر کسی که این گفته های مرا می شنود و آن را اجرا نمی کند، مانند مردی بی عقل است که خانه اش را در بالای ریگ ساخته بود. بعد باران بارید و آبخیزی شد و شمال سخت خیسته با شدت بر آن خانه وزید و خانه فرو رفته به زمین یکسان شد. وقتی که عیسی این سخنان خود را به آخر رساند، مردم از تعلیمات او در حیرت ماندند، زیرا او نه به مانند استادان شریعت، بلکه چون شخص صاحب قدرت آنها را تعلیم می‌داد.